نگاه کنیم چه گناهانی باعث میشه که غضب الله، خشم الله، ناراضگی الله فرو بیاد. از اون گناه ها دست بکشیم. و از همه سخت‌تر گناهایی که الان جامعه ما رو به باد کرده، تو خانه های ما زلزله آورده، کانون خانواده ها رو متلاشی کرده و غضب و خشم الله رو آورده، همین گناه چشم چرانیه، گناه زن اللسان، زنای زبان، صحبت با نامحرم و تلذذ از اوه، لذت بردن از کلام نامحرم، این زناست. زن العین النظر، زنای چشم دیدن نامحرمه، زنای گوش شنیدن و تلذذ بردن از صدای نامحرمه. چه خبره؟ تو فضاهای مجازی گاهی وقتا مراجعه میشه به دارالافتاها، به حوزه ها، طلاق، بیوفایی، ناامنی در خانه ها آمده. وقتی سوال میکنی میبینی بله اون خواهر احتیاط نکرده، اون خواهر موازین شرعی رو رعایت نکرده، اون خواهر با یک پیامک، با یک جمله عاطفی به یک فرد دیگه زندگیشو متلاشی کرد، آینده خودش و بچه‌هاشو تباه کرد. ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشیم، از دوایی زنا و فساد دوری کنیم. به خدای شبکه های مجازی معضلی شده الان. همین دنیای مجازی دنیای حقیقی ما رو تیره و تار کرده. از چشم چرانی پرهیز کنیم، از نامحرم و ارتباط با نامحرم بترسیم. والله این تباه میکنه، دین رو هم تباه، دنیا رو هم تباه میکنه. به نفس اطمینان نکنیم، مثل یوسف از گناه فرار کنیم، مثل یوسف از چشم چرانی فرار کنیم، مثل یوسف از زمینه فساد و گناه فرار کنیم. به نفس مطمئن نشیم. اگر قرار بود کسی به نفس مطمئن بشه سر جاش بیسته، او یوسف بود. چرا فرار کرد؟ تا به من و تو درس بده آقا از این شبکه ماهواره‌ای فرار کن، از این دنیای مجازی که تو رو داره به گناه دعوت میده فرار کن، از این دوست ناباب فرار کن، از این جایی که زمینه فساده فرار کن. یک لحظه نیست، یک لحظه ایستادی شیطان تباه میکنه. یک لحظه به نفس اعتماد کردی تو رو تباه و برباد میکنه این نفس. خیلی ها نمیخواستن به این لجنزار برسن، خیلی ها نمیخواستن که آبروی خودشون و خانواده خودشون رو ببرن، لنگ کفش نثارشون بشه، لکه ننگی برای خاندان خودشون بشن. اصلا فکر اینو نمیکردن. از کجا شروع شد؟ از زنای زبان، از زنای چشم، از زنای گوش. برای همین خدا میگه به زنا نزدیک نشید، از دوایی زنا و از مقدمات زنا فرار کنید. بله چشم چرانی مقدمه فساد فحشه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیش از سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. به خدا چه دلایی تو این جامعه معذبن به خاطر چشم چرانی، به خاطر فضاهای مجازی. دل بیقرار، کنار سفره دل بیقرار، شب دل بیقرار، روز دل بیقرار. عذاب الهی عشق مجازی، عذاب الهی. به خدا عذاب سختیه که زندگی رو به کام انسان تلخ میکنه. این دل وقتی اسیر محبت یکی شد، دنیات هم به باد میده، خواب راحت ازت میگیره، خوراک راحت ازت میگیره، عزت ازت میگیره، شرفت ازت میگیره، همه چیز رو ازت میگیره. مواظب باش. به خدا زمان تحصیل من یک آقایی رو دیدم به عشق مجازی گرفتار شده بود. خودش میگفت کارم به جایی رسید، الحمدلله توبه کرد، زندگیش عوض شد. اون زمان مولانا بود، مصاحبت مولانا هم نشینی مولانا محمد عمر رحمت الله تعالی. اما والله بدون غلوف خود این فرد تعریف میکرد، میگو به یک عشق مجازی گرفتار شدم، این عشق شعله ورتر شد، تیزتر شد، این عشق غیر قابل کنترل شد، دلت دستم رفت تا جایی که گاهی میخواستم توبه کنم، جانماز پهن میکردم، نماز میخوندم توبه کنم، نمازم تمام میشد، میدیدم جانماز رو پهن کردم به طرف خانه او، تو سجده به او مشغولم. چقدر چیز خطرناکیه. لذا خواهران محترمه ای که اینو میشنون از این برادر خودشون این نصیحت رو گوش کنن. لازم نیست این همه کانال، این همه شبکه های مجازی، این همه واتساپ و وایبر، والله اینقدر برای خواهران لازم نیست. این درست فایده هایی داره، ما این کار نمی کنیم و ما والله قسم ضررش از فایدهش بیشتره.
والله ضررش از فایدهش بیشتره، خصوصا برای خواهران. از تربیت فرزندان شما رو میندازه، از همسرداری شما رو میندازه، از اینکه کدبانوی خانه باشید شما رو میندازه. این باعث میشه فضای بی‌اعتمادی تو خانه بیاد، این باعث میشه خودتون رو مشغول کنید به چیزایی که اصلا نمیخواستید و فکرش هم نمیکردید. بنابراین الکی داخل این فضاهای مجازی پرسه نزنید. به جوانا و نوجوانان من توصیه میکنم، به خدا فضاها آلوده شده، حفظ نگاه سخت شده، من قبول دارم، اما بازم شما زمینه اینو برای خودتون فراهم نکنید. بدترین عذاب، بدترین نوع عذاب از ما بین عذابهای مختلفی که بر قومهای مختلف آمد، بدترین نوع عذاب بر چه قومی آمد؟ قوم لوط. الان شنیده میشه گاهی وقتا که زنهای شوهردار به مصیبت‌ها گرفتار شده. شنیده میشه که این به خانواده هایی رسیده که اصلا فکر انسان واقعا به اینجا نمیرسه. یا الله این خانواده، این افراد. بترسیم از این گناه چشمچرانی، فساد و فحشا توبه کنیم و این زمینه فراهم میشه با همین که انسان یک ذره جلوی نفسش آزاد بذاره تو بحث چشمچرانی، تو بحث زنای زبان یا زنای گوش. یک لحظه هم مهلت ندید. من یک زمان با حضرت مفتی محمد قاسم صاحب داشتم یک جایی میرفتم، بعد گوشیم زنگ زد، من باش دیدم یه خواهری هست، باش مختصر و یکم محکمتر صحبت کردم، با صلابت‌تر. سلام بفرمایید، حرفتو بزن، تمام، خداحافظ. بعد مفتی صاحب، من فکر میکردم ایشون مشغول بودن با یک کار دیگه، احتمالاً حرف منو نمیشنون، برای این راحت صحبت میکردم. بعد تمام که شد گفت که با کی صحبت میکردی اینطوری؟ گفتم حقیقت اصخام استاد، من فکر میکردم شما نمیشنوید، ولی یک زن بود و منم گفتم که محکمتر و جدیتر صحبت کنم. به نفس نمیشه اعتماد کرد. و احسن، گفت واقعا منم این کار رو میکنم. با تعامل با زنها به نفس اعتماد نکنی، زن هم به نفسش اعتماد نکنه. خیلی زود تو فضای مجازی میبینی یکی با یکی دیگه مشاور یکی شد و یکی غمخوار یکی شد و یکی به قول معروف محرم راز یکی دیگه شد و بعد میبینی آخر یک لجنزاری درست شد، یک فجایعی درست شد که اصلا غیر قابل جبران. خیلی وقتا پلای پشت سر همه خراب، راه برگشت نیست. چرا به نفس اعتماد کنی؟ به این نفس یوسف به این نفس اعتماد نکرد. من کیم که به این نفس اعتماد کنم؟ لذا انشاءالله از این گناه چشمچرانی و گناه ارتباط با نامحرم، چه از راه چشم، چه از راه زبان، چه از راه گوش با نامحرم، جدی و محکم باشیم انشاءالله. خوبه؟